دوباره خنده رو لبها بازم بیاره گروه نیمرخ تلاشش اینه که خنده روی لباتون بازم ببینه خنده و شادی تو قلبامونه خدا کنه غمی توی قلبا نمونه قصه نداری وقتی مردمو داری کور بشه چشم حسودا شما رو داریم لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای 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 لا لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای نخندی ساده نگیری زندگی شیرین تر از اونیه که دیدی برای ما هر ثانیه زیباست چون که مردم اینجا دلاشون قده دریاست نباشه قصه هیچکی تو کارش فکر و خیال و امشب بی خیالش قصه نمیاد سمت دلاتون وقتی که نیمرخ میخونه بازم براتون لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم الهی پروردگارا با امید خودت نه با امید خلق روزگار سلام و عرض ادب خدمت همشهریان عزیزم عزیزانی که از شهرهای اطراف اومدین عزیزانی که از استانهای دیگه اومدید خیلی خیلی خوش اومدید در 29مین شب اجرای گروه نیمرخ هستیم
یک ماراتون. رسیدیم به شب 29م. انشالله فردا شب پایانی است. تو این چند شب خیلی استقبالتون خوب بود، کلی به ما انرژی دادین، سپاسگزاریم از شما. فعلا تا همینجا. آقا مسعود خدمت هست. با یاد نام خدایی برنامه رو آغاز می‌کنیم که خنده را آفرید تا خط بطلانی بکشد بر بدخلقی ها. عرض سلام و ادای احترام دارم محضر همه شما خوبان و خوشحالیم که حضرت حق عمر ما و شما را یک بار دیگه تمدید کرد تا اجرای برنامه برای شما خوبان داشته باشیم و امیدوارم که بتونیم گل لبخند رو بر لبان و من جا داره که به ویژه از آتلیه تخصصی فیلم و عکس هنر نوین با مدیریت جناب آقای شهابند نازنین تشکر کنم که به هر حال کار تصویربرداری رو زحمت میکشن. ممنونیم ازشون. قراره امشب شاد باشیم، خوشحال باشیم. اگر خودم ناراحتم به خاطر اون کسی که با هم اومده خوشحال باشم. این یادت نره هرچی بیشتر انرژی بدی 4 برابر انرژی میگی. اینو قول بهت میدم. فردا هم که تعطیل هیچ مشکلی نداریم. پس تا 2-3 شب هستیم اینجا، کلی شادی میکنیم. هر چی میگم نشون بدید چقدر انرژی دارید. برای خودتونه. باید دست بزنید برای خودتون. صبر کن. نه میدونم صبر کن بذار بگم. خب میخوام بگم همه شمایی که توی سالونین خیلی خوبین. نمیخواد اونجوری بگید، برای خودتون دست بزنید. همه شما خیلی خوبین. آفرین به شما، احسن به شما. خیلی ضعیفه. با یه موسیقی شاد میخوایم بریم بگیم باریکلا به شما. دستا بالا، دستا بالا. امشب همه دلبر. الان همه دست شاد، خوشحال، خندان. با ما نیرو همه. خجالت نکش، دست بزن. اینجوری نباش. به عاشق. ما که عاشق شماییم، شما رو دوست داریم. بپردازیم به اسپانسر هامون، کسانی که اگه نباشن چرخی حرکتی هنر برای ما هنرمندا به سختی خواهد چرخید و گالری مبل لمکده با مدیریت جناب آقای پیرنیای نازنین انواع مصنوعات مبلمان، سرویس خواب، ناهارخوری و طرف قرارداد با راهن زاگرس، فرهنگیان و حکمتکار که واقع شده در خیابان سینا میدان معلم جنب بانک توسعه تعاون، طبقه فوقانی ساختمان رزمندگان با اقساط 36 ماه پذیرای شما همشهریان گلمون هستند. اما 2 ماه پیش در کرمان سرچشمه جشنواره‌ای برگزار شد به اسم جشنواره ستارگان صحنه. 360 نفر از کل ایران شرکت کردند. در اون 360 نفر 1 نفر از استان خوزستان شهرستان اندیمشک هم شرکت کرد. همه شما میشناسیدش. ببینید تیزر رو، خودش همه و گویای همه چیز هست. پایان رقابت و منتظر اعلام نتایج. انشاءالله هر چی قسمت و راضی و رضای اون. تا اینجا ابوذر نشون داد که یک استندآپ کار بزرگه. من به هم شهری بودن، به هم اقلیمی بودن، به هم استانی خوزستان بوشهری افتخار کردم. ابوذر فوق‌العاده بود، یعنی بی‌تعارف. ولی از اکشن دختر پسر خوبی دختر سلفی که میگیره اینا. حرفای امروزی نوآوری خیلی قشنگی داشت. یه پدیده است که میگم ابوذر توی استندآپ‌های امروز ایران. میبوسمش، بهش افتخار میکنم. سالها بعد میبینم جاهای خیلی بالاتر و یه اجرایی در آینده‌های چندانجور با خود ابوذر خواهیم. ابوذر صادقی جزء 5 استندآپ کمدیکار برتر ایران در جشنواره ستاره‌های صحنه کشور استندآپ کمدیکار بمب هیدروژنی اندیمشک ابوذر صادقی. خیلی خیالیاتو گلی کنه. سلام علیکم، سال نو مبارک. یه دعا کنم سی تو انشالله سال 97
سال پرخنده واسی تو، چون هر که خانس پیلم داره، پیلم داشی همشی داری. خب اومای ما بخانیم. بله یه سمتی ها بله، ولی یه سمتی ها منی وزیر آوردن تو نه دم در ریدی بیره. خب نه دوستان عزیز، اول ممنونیم به خداوند عزیز که فرصت دوباره بیم خدمت گذاری بکنیم خدمتتون. خنده زیباترین نعمته که خدا داشته بمو. هر کس به تو گفت خنده بده و تو خیانت کرده، هر کس به تو گفت خنده بده بدترین حرف زندگین و تو زده. خنده در دو حالت بده، خنده ریا و خنده متکبرانه. ولی وقتی تو در ته دلت بخنی، خدا هم در ته دلش خانه. یه جمله خوم گوتم شه و خدا یه دو ماه گوتم شه اد بعدن یانش پایه که درودنم مبیمه. خب دوستان سه کنه خنده چی سختی نیه، تقریبا گشاترین دامن داره سه یا نوتون بخانه اینا با تو گوته تا کجا رد شه نهایتش تا گوشت دامن ول کنه رو خدا شاده و تو کن. یا تو مثلا تو وقت بغضاری و تو کن بعد گریوه جیغ دی تخلیه بوی و واقعا بعد گریوه سه دیگه چنین سبک بوی. بغض خندم همینه، بغض خندم ده بغض گریوه بدتره. اما بغض همین گلومو هممو، چون خودتو دونه 24 ساعت هم ده چمر خیلی کم پیش یا بخنیم. حالا این بغضن تخلیه کنی و انرژی مضاعف فردار من زندگی باش. حضرت علی فرمایش کنه او دنیا اولین چیه که دمو پرسن نماز و روزه و حق الله. ده حق الناس ده تو پرسن سی سلامتی بدن چه کردی، سی شادی زندگی تو چه کردی. خیلی مهمه. خب اما هر شو تاریکش کردیم ریختیمش ده یک روشوی هم معلوم نیست کیه بیده، ولی شانس شما خب فیلم برداری هم نبود تاریکش بکنیم. یه ماراتون موسیقی رو بینیم واکمی موسیقی بیشتر حال کنی و هر موسیقی بیشتر حال کردی اما اون موسیقی رو بیشتر استفاده کنیم. آماده؟ من روشنای مرکاری ها بکنی ها؟ نوعتش من گیرن. خب اولین موسیقی بینم چیه کنه. 1 2 3. بعد ساله بعد ساله بعد ساله بعد ساله بعد ساله بعد ساله دوستان عزیز، عمرمو دونی چنیه، عمرمو اندازه اذانه تا نمازه. وقتی به دنیا یایم اذان من گوش موگون، وقتی در دنیا رویم نمازمون بدون اذان خونن. دی توجه کردیه؟ یعنی ته خداوند ایک فرصت داریم. حالا سیخمو ممکنه چندین سال وا حیف فرصتن بیم و غر زدن و غم ردش بکنیم. پس همیشه شاد و بخنه. زندگی فقط شادیه، شک نکنه، غصه هیچ نوره. خب آهنگ بعدی بینم کی طرفدارشانیشه یا نه. یه حرکت خیلی حرکت خطرناکه. من دیوسه شلوارم تا ایسا در رسه مردم نمونست، ما خود دونستم چه اتفاقی چون قبلا تاریکی ایسا کنیم یا خدا خود کمکم کن. خب دوستان آقا مسعود هم فرمایش کرد ممکنه من لطیفه بم همه تو هم فهمسویش یه نفر نفهمسشه و احترام او یه نفر کسی زیتر دمه نه. چون چند روز پیش یه نفر اومای نشستی جلو، یه ثانیه قبل ما همه چین گوید نه دیدی کار دم فلاش بیم اینا رو چی کنم. اینه پیل بلیتان بعد دم و او اجرا کردونی. خواهش کنم و احترام بقیه اگر دیالوگی یا تات متکراریه چیه ساکت بیم که بقیه لذت برن. یه روز زن پیای هان بین هنر نشسته، پیا و زینه گوه منیجه گوه چطه خودی از زنو قی داره هیچ نمونیش ها قیه بکنیم آماده هده شده آماده قیه چطه گوه بابا چما بچه هنر نیستن بیا قومم چادر مسافرتی برداریم بریم سرا 2 روز بسیم سرا گوه بریم
رون سهرا درشون زنن شوک بوه چادر نصب کنن رون می چادر هفتن زیپن کشن ساعت دوشو پیاگو منیجه گوه چطه؟ گوه چیه بینی؟ گوه ستاره ما هوای خو گوه معنی شینه گوه اش گوه غلط نکن چادرن دوزین زنو هانده هاشیه چطور چادر من چطور می چادر در آوردن شونه ای سری چمن آخر بر شادی. خب آهنگ بعدی سب کنیم. یه آهنگ خاصی همه دستا بالا همه دستا بالا وامه سمت راست وامه سمت چپ سب کنیم شروع کنیم 3 2 1 خوبه. خب یه روز 4 تا باجناق رون هونه باجناقش سرزده رون 4 تا باجناق رون هونه باجناقش سرزده غافلگیرش آور کنن در زنن زینش که درن واز کنه زینه بدو اگه هونم در رمز گوه چه نویده گوه هیچ بیخبر کنی و ما نه قند داریم نه شکر هنو آبرومون برن میرش گوه هی سه کوفشون کاری کنم 4 تا چویی تل برستیشو 4 تا چویی تلخ میبره براشون اونو که فارسی 4 تا چویی تل برستیشو گوه که یکی ده چویی ها تله گیر هر که افتا فردا شام های مونش 4 تا چویی ها نورن هیچ که حرف نزنه تازه یکیش گوه هونه در رومه من خیلی شیری کردی سیه که شام نه تو زج کشیده. خب باجناق داریم میچه اصلا هیچ من اجرا هیچ باجناق با یک نیومانه آیچه دیمه چطور ده یک دیر نشستیه. خب ده هاو بهترن باید ابن آرم. خب آهنگ بعدی ریتمش خوزستانی هسته که چی کنه خب یه روز یه نفر عطسه کنه فوری رو شربتی هوره خورسی هوره کپسولی هوره شلغم گرم کنه هوره هولدا کنه رو از سنا بخار رو از سرو میزنه دوباره از پنسلین زنه دوباره یا 2 تا قرص هوره ویروس که هونه در مه فرصتی پی بهجیم تو بیلتا ما بهیلی انشالله که با ویروس ها زندگی چنه برخورد بکنیم باش بعضی آیان بخنن نیت خانسه هم دارن ولی نونم سیشه فکر کنن مثلا بخنن یکی بزنن و دنونه هاشو جیه مثلا چه نکن میده شو ده داخلا منفجر بوده مثلا ولی دوستان راحت بوده ولی هیچ که نگیره تو خانسی بریم نه راحت بوده الان ها آهنگ دیگه که هنو هم که خودتون صفگریتی رگدشون تو تکوره أي خطاي منية خطاي حاجية خطاي منية خطاي حاجية يا وجن خواصن جليل نا علاجية يا وجن خواصن والله نا علاجية للربي بيا وجن هزار صال بجي ربي بيا وجن هزار صال بجي آيات لدو استنداب شروع بکنیم دخترو
همومام به جمله پارسالن بم و شروع بکنم استنداب جدید روم. خداوند کرون آفری گفت ای عزیزان، ای قشنگان، ای زیبایان، ای خدا خو کردگان. سکر چه کیف کنن. ری کره زمین زندگی کنه، دخترون هم آفری. گفت آخ شما هم سوژه خانه وار. الان گم سیچه دخترو گم سیچه من رانندگی قفیس کنه و چین تو یه 5 ساله اما کره اجازه ده من نشینه پشت فرمو والا ده زور تو ناریم. آخه آدم زورش ده یا دختر که روز اول آموزشگاه رانندگیش روان نشینه پشت پرای چاقه که 1000 تا علامت خطر داره. نشینه اوچه چنان وافیس نشینه تو و بنز جفتش زد وی چنان حقیرانه و زیرتیل سلتو کنم منی تو سوار خریسی خدا شد. اینه چنه ایودی ها بنزن پار کنی و تاکسی در بس روی اونه چون خود احساس کنی بالا نیستان چنه معنیه والا طوره که ای سلت کنه. دختر که و چیه نه تو آخر 5 نفر ده پشت هم ماساژ دیا دهوش نری 3 نفر ترمز کلاسن گریت آواد بالا فرمون چنه صف گریتیه ده ترس هر چی کنن بعد کلاس فرمون جدا نبود و آچر جداش کنن بریش اونه 3 روز نیشت او گرم تا جدا بوده و چیه نه دخترو کیه گوتا تا ثبت نام کنی روی دستکش سفید سونی گلرتی ملی چند تا بازی ملی این دستکش سفیده هاشو یه ما بعد چنو چرکوین سیه کنن نه گلمشن. بعد قیافه خودتون دیده پشت فرمو خودتون خود نتونی بینیم من ببتون چطوری. اولا روز اول فقط مستقیم سل کنه نه خودتو تینه مثلا یکی گوه خانم فکر کنه چنه بکنه چپ کنه دونی مثلا گوه خانم بعد مستقیم روی فقط راست روی رسه سر خیابو زنگ زنی الو داداش من رسیدم تو بیا بپیچ شاید داداش اونن نی ولی من ری تا بندر ما مستقیم. بعد قیافه شو نه استرس داره چنه کوشمش هر ترمزه گیره فکر کنی نکن کوشتن کوشمش بابا او سم خیابو رو حتی توی سیجا بکشی. بعد هنو نه های کار سوار ماشیوان اندازه 2 عروسی آرایش کنن دختر رو دیده خب منی هارون 2 عروسی. بعد خو خسیسن کولر هم نزنن یعنی من 40 تا وسو هوا 60 درجه اینو کولر نزنن فکر کنن کولر دین مثلا بنزین تموم بوده خسیسن ولی سیک کلاس کارین ده دستنین شیشان برن بالا غلب کنن داخل. بعد نه گرما عرق درست کنه استرس هم خو عرق درست کنه ای آرایششو جوره یا نکپتشو منی زده آفتاب شو قطره ترسن هم چنه پاکش کنن ده فرمون گیرین یه مانتوشو کل اسپی کنم. دخترو به خیالتون راحت کنم دختری که با ماکسیمایایی من خیابو دختری که با سانتافیایی دختری که با اپتیمایایی فکر کنی اما کره گون وای خوش به حالتون نخیر اما شما و دید نیسان آبی سل کنیم بعضی نیسان آبی اوما حقیقتش دخترو اما نگویم و تو گواهی نامنین و تو گواهی نامه بین حق تونه ولی خیابون جدا سیتو درست کنن ده و چه تصادف بازی کنیم حقیقتش ده جلو دیمینی اگه ده پشت دیمینی اگه چنه دیمینی اما نتونیم مردم خیابو اقا جسیم دختری اوما باجی نتونیم یا آقا شما شمع بیا اما یه شمع یویم بدر آقا استرس داریم زندگی نتونیم اما زندگی نه اوسه باختیم و شما دخترو که من کارت عروسی استون کامل نوشتیم تا 5 سال پیش خب فه ویدیه می ویدیه مثلا مهدی و فه رحیم و جه الان خب بیدم مهدی و فریبا مثلا ما خب ترسم هینا 5 ساله بنزم فریبا و می وسن چیه بکنیم ده وسه والا هیچ ما خودونم به هم رسیم یا آهنگ بنزی دختر رو ای گنال ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا ای خوش کمر برقصا اور دختر تصادف کردی من بولوار انقلاب تصادف کردی با پراید رات من بولوار 4 چرخ بردی من بولوار درخت گرید چی از درخت نیده نه اون رد کجا من رساسم بالا سرش کنم خانم چیزی شده گفت شهرتون بی فرهنگه
گفتم آخ هم بچو چه کردن. گفتم برای چی؟ یکی پرید جلو گفت واه. گفت نه. گفتم یکی لایکشی. گفت نه. گفتم پس چی کردیم بی فرهنگیم؟ گفت خودت قصه حرفش. گفت خودت قضاوت کن، جای بلوار وسط خیابونه. خواستم بخنم و حرفش جرأت ناشم. سل ناخونیاش کردم سرویس مایانه داره 60 تیز شو کنی، ناخونم تیز کنی. خدا شاید بخن است. میگفت غش کرمی پیل 18 ون میده زمین. دونی مجبور بی من شروع کردم ده ترس. گفتم آره مهندس نداریم، بلوار باید کنار خیابون باشه. مهندس یا بلوارنده کنار خیابون اینو منن پارکینگ اگر وگر جین منش ولی مردیم که بالا بر بردیم پرای در آوردیم. خواهش کنم دخترو الان من کیفتون برگردن همه یکی رژ لب و آینه داریم. راست کن مربوعه اصلا آقا ما سبقت گرید مده دختره ما 160 ویم او مثلا 150 160 دشتت ویم فرمودیم دست قد فرمونی یه لحظه سیر کردیم فرمونو ول کرده بس سیر ادامه که با 160 تا داشت روش لبزه مونن پشت را قرمز فوری ای بابا چطونه؟ یعنی اگه ها میرنم گونه کپسول اکسیژن نجاتو ده رژ لب و آینه گون ایسه که با میریم به رژ لب بدیم با میرم ده نگون به زن نبسم با اکسیژن. حالا روی مراسمی بینی رژ لب و آینه واتونی غذا هم بریم مجبوری گوسنه تونه هم با رژ لب هم پاک نوا چنه وریش هر نشاوه نشه نگه خروش تو پاک و میری اینه من زیبایی تو اقا تاثیر داره والا اما کوریا ابدونیم رژ لب زده اقا من زیبایی تاثیر داره اما خود زیر اپرون ورداشتیم بانم وانیم رژ لب نمزنیم 5 سال آینده یارو به زینش که کجا میری؟ و میرم آرایشگاه گویا نوبتم بعد خودت بزن برام من سکو 2 سال آینده ناخوام کاریم استعدادش داریم ده تو بهتریم بس بینی 2 سالر بینیمو دختر اونه که رژ لب قرمز زنی رژ لب قرمز پر رنگیان که زنی خود دنونه تو هم زردن منی پرچم اسپانیا خواهش تو کنم نه خانه اما فوتبال مسابقه داریم و اسپانیا که خانه افته میادش خواهش کنم یا رژ لب طوری دی خود دنونه تون هم سور کنی بعضی خانه نونی دم تو کجا ایشه سور چطور اونا در حال دوسته خود رژ لب نزنی یه طوری قشنگ مرتب رژ لب دیه یه آهنگ دیسی جو گناه ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حيك بابا حيك ألف رحمة على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني دخترو الان دوست داره خفه هم کنی خدا شاد آرپیچی واتو وازه پوک دیدم ده یک. خب دخترو رقابت تو که هاره من اروسی در رقابت پیروزی استقلال بهتره یعنی خوار و خوار رم نکنی خودتو دونه ما چه گم مثلا است یعنی خوار و خوار که رم نکنی بماند دختر آمو و دختر احمد چه رقابتی داره مثلا تحقیق کنی فریبا دختر احمد و چیا بپوشه او هم خلو ندیه جون تو آدرا روی گوگل سرچ کنی فریبا چی خریده گوگل باید شرمنده گفته به تو نگم یعنی دریت حالا خوار مثلا بینید 2 تا خوار ها من اونه یکیش رو لباس عروسین پوشه بیا نظر بپرسم رت فقیر کلی قرض کرده لباس شیک پوشیده و واقعا هم قشنگ ویده واقعا زیبا ویده یاد خوارش نظر بپرسه و آب جیوم یا اف ای خب نه ود نمی احساس کنم چاقت کرده همین کلمه منفجرش کنی و خدا اینه روی گونی پوشه و یا من عروسی و خوارش کیف کنه که شکست ده راست گم دقیقا راست گم خواهش کنم حسی سلامتی روی خود و این رقابتیان بینی کنار باش دخترو این استوری نیادن تو چیه نه چی همه چی زندگیتونی من استوری الان ما دونیم نصف دختر رو دونیم چه کننده شد و برسن تاشه یکیشو خب مثلا ساعت 12:30 زور اومای هونه دیدی مثلا سیخ جوجه کباب نیاده
همین الان جوجه کباب خوردیم. خو جر مار هردی. خو شاید یک نونماس داشت. شاید یک پیلناش جوجه کباب بوره. چی مرد من زجده. دختر قامل فالووری ها من 35 کیلو وزن 35 کیلو. ده 63 ساعت 6:30 شروع کنم. همین الان جگر مرغ کباب کردیم خوردیم. ساعت 8. همین الان مرغی سالم کباب کردیم خوردیم. ساعت 10. همین الان رون سمت چپ گوسفند کباب کردیم خوردیم. ساعت 12. دنده کباب خوردیم. ساعت 2. کوبیده دختر که یوز پلنگ سی. خود تو خو اندازه 10 تا یوز پلنگ من یه روز گوش دردی. خود چت وی یا دختر ناخونش اشکه نیش من استوری وای ناخونم شکست ادونی پرسه بیریم سیش والا 3 روز دست و سینه بسیم دم در سیه بپوشی چی شده ناخونش اشکست پرسونه خویم جمع کنیم سیش دختر خو کاری کرده و من خدا سید نسازه هر جای سی دختر که ساعت 2:30 شو من یه لحظه سل موبایل کردم زی من و عشقم یهویی عشق شوی کاسه انار و نمک آقا من دلم حواس کرد انار ناشتیم هر چی کردم فراموشش کنم نشد پتون گازا گریتم راتم دعوا خم حرف زدم خانسم هیچ احساس کردم انار ها من دمم ترش نمک ورم وش سیکو الان همه تو دمتون چنه کردیم من زرچن کاشیم فایده ناشت دادم در یخچالم واس کردم پرتقالی هردم ولی واقعا جا انار نگرید یا بیمعنی ترین استوری که در تاریخ زندگیم دیمه ویدم دختر وی 350 کیلو وزنش وی خدا شاده بالاتر وی ولی پایینتر نی طوری وی که عکسن که دش گریتنی یکی راتی سر خیابودش گریت چی که کامل بفته هم نصفش نفتایی یعنی ایخا قیوی بعد استوری نیوی نانو واقعی وی نوشتی که اگر منو دعوا کنی میگم پیشی بیاد منو بخوره 350 کیلو پیشی بورش یعنی 4 تا شیر همزمان حمله با کرده نوشت نتونستن گازدش بده من پیشی خودمش ایقا والا مر قرن جدد باگریت باجیسه 8 تا پیشی هم که 8 سالت بردنه والا رونت ناردنی تو وقتره خودتن بین استوری بانی خواهش کنم ایقا مردم ننه سرکار باش یه آهنگ بنیسی دختر رو گناه مگه داریم این همه عاشق و مجنون مگه داریم کاری به روز و شب و هفته و هر سال نداریم هر دقیقه بیقراریم مگه داریم این همه عزیز سر از جون مگه داریم من اگه شوخی کنم با دختر رو به علتش و تو بم گن کر نعمت دختر رحمت ولی به نظر من دختر هم نعمت هم رحمت تنها کسی که به درد پدر و مادر و آخر دختره شک نکنه غمخوار دختره اما کره زکایم خوشی کنیم رویم قبلا خب دومان رد به این آورد الان عروس یا دومان هوره چون در نبینیش یا منی اسید ریختم مسترش کم 2 روز اول اسمسش یا بینی او ور نیستش دوستان عزیز من اگه با دختر شوخی کنم یه علت دارم و کرو هر چی بی فش هم بی حیث ایچه خانن در کرون فراموش کنن خانن رون و دخترو که گویی هر سوره اینه شونی که ما پیام نن چه کارمون داری؟ مگه چته؟ چی اجونمون میخوای؟ کیف کنم فهمم کارم نتیجه داده اینه دوسیه تالدمیاشو اسپیه بود صورتشو چین چرو گیره رون و حرفیان فکر کنن فقط علتش هینه خب بچه های 10-60 دستشو بالا نه دخترو نه اما کرو اما بدبختی ها اصلا یکی بدبختی ها اما کرو دخترو 10-60 وین الان گم سی شو تفاوتن بین چی وی الان بچه کشکه گم بوه 10-60 یا ادرودم وجدانه باید دروده کرو بچه کشکه گم بوه نیم ساعت بعد داشتن ارژانس برده اوش رو 5 دقیقه بعد بواشتن خود زیر قطار درارن چته میخوا خودکشی کنم چته خب بچم گم شده نه بابا گم نیده ها و نه اون ساتو پیداش که کنن تا 10 روز آناناس سینوش 5 دست لباس رنگ شاد سوننسیش بعد 5-6 تا بازی هوشی سوننسیش که فراموش بکنه اما 10-60 یا گم بیدیم یا تویا اولا تا 12 شو نونسن گم بیدیم جان که پن کردن دیدم می جان نیستیم دونی ای بچکا نیستش دونی بعد فکر کنیم مثلا ناراحت بین 2 موگشتن آخه زمان قدیم همه اونسای مرغ داشتیم دونی همه اونه مرغ داشتیم مرغان که 6 صبح کردن ودر اما بچون هم کردن ودر کش
دونی دم خیابو ویدیم تا شو او هم کاسه بریم شلنگ من خیابو عرض مراتب دونی بعد 12 شو فکر کنید دو موگشتن گفتن خود 12 تا شو بینیم یا نیان یعنی قید مونزن ده سپردن مو به خدا اما تا صبح من خیابونا ویدیم بعد خانواده هم دو مو نگشتن پیدا مو کردن مثلا یه نفر پیدا مو کرد محض رضا خدا آورد مو در هونه اولا خانواده مو چنان بد سلیارو که کردن من دلت گفت چه پیداش کردی خب بهشتی واشاشی بعد مثلا تحویل مو که گرفتن فکر کنی بوس مو کردن خدا شاید با شدت پرد مودن وسط حیات اگر اعضای خانواده 8 نفر بین 8 نفر و 8 وسیله شروع کردن زنمو چنان زنمو که تا یه هفته با ویلچر جابجا مو کردن اصلا قطع نخوا ویدیم تا خداوند دوباره لطف کرد آورد موالا ما و مو اتاق تا 10 روز ننونه او منسید سومالی و مهمه وشک ویدیم و پامه اودن و مرودی ها مشهسبه سنی و یک ما خود رفیقم گم بیدی بواش که پیداش کرد بیسمتی آجور پر دستی سرش گفت خلاصش کنم گفتیم بابا خود گم بیده گفت خلاص کرد یعنی بار دوم که گم بیدیم آوردن مدرونه گفتن ای پدر و مادرته اما گفتیم نه یعنی حاضر بیدیم بی سرپرستان گپ میکنن ولی نورگردیم بینیم اونا چون بار دوم کشتن مو هیت گم بیدن موی راست گفتم دقیقا همه خود خیلی گم بیدیم حالا دخترون دوران ما چطور وجدان تو قبول کنه راحت شوی و وفتیه ماشاءالله دخترون دور زمونه همه رنگی خوب قشنگ دخترون دوران ما مانتو پوشین اپلدار منسی اقاب سن بال شوش کسه چنوی منو که با کلاس این دو اپله بین اینه خدا شاده اپله هاشو ده گوش شروع منسی مانتون و چوله باسی پوشینه ده پوش شنوین دونی بعد مانتو چیه؟ دو رنگ مانتو بیشتر ناشدن سبز و قهوه‌ای چون مشکی مال فاتحه خونی آوی سبز و قهوه‌ای سمت پارچه سن بردن دن خیاط فقط دوختنش کلوشش کردن کلوش مودشو کلوشو پلیسش کردن ده ایشه پوشینش رد ایشه یعنی تو ناونسی عاشق چنه دختر وایی خود سمت پارچه هوی دونی ناونسی چاقه لاغره خوشتیپ هم مثلا عاشق چاقی ویدی هاتش واسه که هاتش دی چوش کرد گول هردی بعد مغنه کردن سرد زیر زن شما تایچه ده بالا اوما تایچه سویل تونه که داشتن مجبور بین از سویلیان بزنه شی نکردن چون زمان قدیم مثلا گفتن دختر فلانی سویل داره هنو شی نکردن ریم بای بش دشو سویل شو تونه گوی خدا دشو سویل داشت که دعمتی نورزی پیای های آزاریه این قصیه کردونی مثلا پیای نانازاری بعد اومان اعتصاب کردن سویلیان زن حلقه کردن دست هر دختر حلقه دستش شی کردی هر دختر حلقه دستش نشی نکردی ولی ای دور زمونه دختر که حلقه کنه دست کوی ای به سلامتی ازدواج کردی نه خواستگار زیاد داره هم مزامم نبان سقوچو خانه شو گیره بابا اما کوره که اقدام نکردیم اولا مر کمپیوتری ها با تو خواهش کنم حداقل بلی شاید کوره اوما هستو باش ببخشید امشب دیر شروع در فیلم برداری هم سو هم خود تعطیله تا 1 ربع کم ادامه دارم هنوز 2 تا تئاتر داریم 2 تا هم موسیقی داریم و الان هم تقریبا یه چند تا آیتمن یه کار عاشقانه یه کار معنویه و مسابقه داریم و در رویم 30 تئاترامو تقریبا ساعت 11:30 شروع بود. خب یه آدابی هست من به شما گفتم شما به اونو باید رعایتش کنن باش دوستان عزیز همه مورتی ما در آبربانک خیلی زشت هستیم و خطی بکشن بون از اینجا به بعد نیا یک کارن باید خمو انجام بیم خمو باید و حریمی ها احترام بنیم ما ارزتم در آبربانک کارتن زمین دستگاه منسی مارس سرسم 2 سره ریشنه هم بی داشتم پیل انتقال دم 62 27 پشتری گفت 2 نبود 3 گفتم نه 2 دیم گفت 3 دیم راست گفت بنده خدا ده او شمارن ون جفتیم دوگمیان زم من فقط تاییدش کردم شریکی فرسنوی مش رد یا بینی یه نفر مونه پشت سر ده گفت ها چی بکنی پیلا بردی چی بکنی رمزش عوض کنی انتقال بی هندیه خب راستندیه بیا بار سی مرزیه خب بفرستش گزارشگر فوتبالی خوب توشی بابا شاید یکی کم سواد و استرسی و خواهش کنم حریم من احترام بنیم دوستان عزیز 6-7 سال پیش رفتی قبض پرداخت کنی خدا شاهده 2 روز ده صف ویدی ایق شلوغ وی وقتی اومیهونه بنر زنسید ممنون که قبض را پرداخت کردی ایق خوشحال وین
الان 2 دقیقه تا 5 دقیقه تحمل ناریم. آقا تو خودتو وقت بده. هر کس را در آبربانک طولانی ترین مدت زیر با قرآن بالای 5 دقیقه نی. خواهش کنم ایق تحمل مکم بیده که رویم و هم بی احترامی کنیم. اگویم بدو چی کردی دست به عقب بویم و هم فشتیم سی چی 2 دقیقه تا 5 دقیقه تحمل ناریم. و کسانی هم که رون در آبربانک خواهش کنم هی که شلوغت 12 تا عملیات بانکی انجام نین 2 تا انجام بین رون کنار نفر بعد را دوباره بیان رون باش. یه مراسمات خاصی هستن من روزی خاصی مردمیان سوا بکنن مخصوصا این جوانیا او پاش بونن و شونشو یا مردمان خنک بکنن. چند تا او پاش داره میشه وجدان دستاشو بالا. او اصلا اندیمش که بویا و او پاش یعنی تو روی مراسمایی منی هموم کردیه تاری بعد برعکس عمل کنن زمسو او یخ ریزن قدر تاوسو او جوش ریزن قدر بعد این به صورت محپاش باید بیا خنکت کنه اینو تیزش کردن ده 20 متری زننت به خدا رد بگون توف بینی که شخ زنت گوی خدا کیوی خو همه دیره نون یاقا کین بیری بعد دشو پاتوق دارد مثلا تکیان زنه خد دیوار گوه چوف زمش چوف دختر کنزم اینه سو کرده 4 سال متوالی یه دختر دوش ردوی زنش ما خو یکشو کردش تو گوشم آسفام شوخی بکنه تا هاستم بم نه ماشن کشی منس یه مجسمه سر از سخرسن تا 12 دقیقه او دا پتم کرده در بعد خانس کن ایش ناسیم گوتم رو فقط نینمد چون عبیسی من زینه با ماشی کشمد به خدای 2 بار شستشو گوشتیم عفونت کرده گوشم چی دادای کروی مهر که الو هر گم ها آقا خواهش کنم اگر اومد سوا برید درست سوا بر باش. و اما آخرین نکته این 2 تا بنر بینی بونتو و یاد چه این 2 تا بنر رو میبینید گوشه بونتو معلوم منی چه نیستم هواپیما و دختر قشنگی ها اونو چطورم من چطورم والا مغنه بکنم سر اونو قشنگ ترم اونو با مغنه قشنگ بینه خب اون روز آخه خاطره دارم با هواپیما 18 ما اجرا داشتیم تهران مجبور بیدیم با هواپیما ریم خودتو دونی خب هر کس مجبوره با هواپیما رو چون ما قید جونش دیم اما پنجشنبه شو اجرا داشتیم شنبه هم اجرا داشتیم مجبوریم با هواپیما ریم. اولا من صبح زی که فرستام 2-3 نفر پیل داشتن خدا شده و موبایل فرستام شوسیش چون دونستم نورگردم دونی در شروع پرواز ما زیارت عاشورا و هم تا رسسیم خب خدا رو شکر رسسیم هر تادمون انجام دیم ورگشتیم 160 نفر من هواپیمان گپتر نشستیم ساعت 9 سوار هواپیما ویدیم 2:30 رسسیم اندیمش دسفین 2:30 رسسیم 4 ساعت نیم امام هواپیما ویدیم یعنی با قطار بیومیم زیتر رسسیم. بعد موقع که سوار ویدیم 4 تا دختر نشستیم صندلی جلو مدیم میسریان در آوردن گفتم سر داره این دخترون میسریان در آوردن یا دونه نا سقوط کنیم که قد زندگین زنه یا یک هواپیما ها فراری برش خارج کشور یا اما اشتباه نشستیم این پرواز دبیه گفتم آب جیهاریم کجا گفت دسفول گفتم چون من شلواره که پام بیاشم بعد پیشمش بعد دسفول گفت برای چی گفتم والا یه لحظه شمان کردیم گفتم دبیه دیگه خدا خیرت بده الان فیلمی ازمون درست میشه اشناختن میسریان کردن سر اومای ما 20 دقیقه منم و دسفیل دیم 5 متر سقوط کردیم خدا شده 5 متر سقوط کردیم دیم خلبان در ما گفت چاله هوایی بود اون در اومد دروی چاله خود چه نبود اینه خدا شده و 20 دقیقه هیچ کمینی هواپیما حرف نزد من خالی چون داشتیم و گذشته فکر می‌کردیم خدا سیچ چه نکردیم سیچ اینه پشیمون بودیم. حالا این گذری گفتم که برسیم و قطار دوستان هر شهری که راهن منشوا به خاطر راهن شهر وسعت پیدا کنه راهن حریم داره ریل قطار هر جاوا تا 150 متریش حق و قطاره انسان بکشه حق و قطاره ماشین دیگه حق و قطاره دوستان بعضی اطلاع نارن رو نشینن ریل قطار ها و قطار شوخی بکنن مثلا هیلن قطار یا بعد اوسه که 2 متری شورسه ها باجین قطار هم بشو با نمک مثلا خب بابا بعضی موقع بینی پا تو سره روی زیر قطار ما همسایه ایشون اونمونه خدا شده 3-4 نفر ریوری خیابون مقرات نظیر قطار و تیکه تیکه جمع شو کردنه و مرگ فجیع مردنه خوشی چی بابا قطار آهن شوخی ورداره رون پا پشت پا بر قطار که گون واه ویسه قطار خانه سگده دوستان عزیز قطار 3 کیلومتر طول بره ترمز بیره چی ماشین نفری با ای
خود دیرگوه هایام وری یا بعضی سنگ زنن می شیشه. دوستان اما خمو باید احترام بنیم. اما خود دیدی چیامو وسیلیامو قطار خو مال 1300 سال پیشه. هواپیمانی خو امضا برادران رای طاقت شو ایقا قدیمیه. ماشینی ها خو حتما میریم تصادف کنیم. کشتی ها خو غرق وی من هونه زلزله کوشمو کنیم و در گرد و خاک کوشمو. بنابراین ها با میریم. پس بله حداقل وسیله‌مون نداریم مثلا قطار چیان صندلیاشون شیشه‌اشون نشکنیم. اگر کسی دیده چنه برخورد کرد خواهش کنم وشو هشدار به یا وشو توضیح به که چنه اتفاق نفته باش. ببخشید سرتون درد آوردم. الان مجبوریم لامپیا خاموش شوان. یه کار عاشقانه انجام بهم. خواهش کنم 10 دقیقه همه تو تیرونی وایه. تیرونی داره مثلا چه؟ دستش بالا. والا خوشحال موش 4 تا تیرونی مایشه. دیده اما که رویم شهرستانی اومدن. چیه کردی ما؟ رئیس سیشو گفت من تا دقیقه تیرونی و شبه کنم. دوستان همه مومن دوران زندگیمو یکی یه بار عاشق بیدیم و شکست عشقی هردیم. درسته؟ امکان ناره. ما خب 5 سالگی اولین عشقم پیدا کردم. بعد گپتر که وی سویل درورده خوشم داشت نیومم. حالا دولی چیه نه؟ همه مو یکی یه بار عاشق بیدیم و شکست هردیم. شو هم رد مزیر پتو و آهنگ گریوسی ما. سیش یاد بیا. حالا عاشقی ها فرق کردن. مثلا زمان قدیم یه بار عاشق بیده. این دور از زمونه خودی یاده شو عاشق نابلازویل. شو قلب قرمز یا مباشو بلازویل در رسا گرگرشا تیر هرده. بعد اون در نفرین کرده خدا برات نسازه. خب حالا هم دق بیم وشو. هم مثلا دهه 75 تا 85 چه آهنگ گوشتن؟ او آهنگن بانی و واگمن راتن زیر پتو گریوسن. 85 تا 94 و یه آهنگ، 95 و 96 هم و یه آهنگ و آهنگا بخونیم داغشون تازه کنیم سکته بکنن. چرا خب موبایلاتون روشه کنیم 10 دقیقه تیرونی وایم بعد و آهنگ بخونیم و داغشون تازه کنیم. مدیون موبایلیا نداره. فیلم برداری هم قشنگ وای حسنه. خواهش کنم. حس 4 نفر موبایل داشتی؟ شارژ پنجشنبه پیدا کردم. این کیه؟ نه چرا خوبش خاموشه. خواهش کنم موبایلاتون دراره. ها ریبونم و تو. آقای علی پوری عزیز سلام علیکم. خوشی سلام. موبایلان دراره. دستو در نکن. موبایل. اصفهانی خود رو سیق خسیزی. خب والا پیل برقش خونده. نداره. خب 12 دوزر هم ندارید که چراغ به جلوش روشن باشه؟ هم ندارید؟ مردم. ردیف دوم. خواهش کنم. بری بالا بینم. خوبه الحمدلله خدایا شکر دست در نکن. خب اولین آهنگ دهه 75 تا 85 باش بخونی. 3 2 1 نبردشو بریشو بالا بریشو. حالا اونو که دهه 85 تا 94 اینو ده خیلی گناه دارن. تازه تر داغ.
حالا یه لحظه کار دارم سکو دوستان 95 و 96 دشو هم حضور داره چه گناه دارن خواهش کنم دوستان این فیلمم نصف دنیا رو پس خودتون نشون بیم که صدا چطور خیلی جمع باحالی بیدیم همه با آهنگ بخونیم کمک شو بیم گناه داره 3 2 1 چه نبی 3 2 1 دوباره حالا اونو که رسسی اوش دستش محکم بیری بیاری بالا بخونه دق بشو من عاشقانه دست یکن گریتن انشالله خوشبخت و پای کور ویدی خدا اب ناره اب شه داره خب دوستان عزیز سریع چون وقت نی واقعا امام دیر شروع کردیم من مسابقه داریم آقا سعید آقا مسعود تشریف بیارن و تشکر کنیم ده بهترین صدا بردار استان خوزستان و به نظر من ایران آقای جرگه عزیز که همیشه زحمت کشه یه تشویقی به زحمت واقعا ممنونیم که هر موقع وش گفتیم تشریف آورده خدمتش شدیم